انسانهای آزاده در کنار ما باشید و ما را یاری کنید تا دولت‌ها دست از حمایت از این رژیم قاتل و کودک کش بردارند. این رژیم به هیچ اصلی، حتی اصول مذهبی خودش نیز وفادار نیست و جز زر و زور و حفظ قدرت قانون و قاعده‌ای به هر طریق ممکن نمی‌شناسد. تا چه زمانی باید شاهد ظلم و ستم از سوی خودکامگان سیاسی در هر نقطه‌ای از این جهان باشیم؟ آیا تجربه هیتلر، موسولینی، چاوشسکو، قذافی، صدام حسین، خمینی و این آخرینش خامنه‌ای کافی نیست تا جهانیان را به فکر راهی نوین بیاندازد؟ انتظار آن است که سازمان ملل و تمامی سازمان‌هایی که ارزش و اعتبار خود را از هدف آزادی و عدالت برای تمام بشریت می‌گیرند، با اجراع فعالیت‌های عملی و بازدارنده و مؤثر در قبال جنایات عریان و هولناکی که در ایران بر علیه زنان و مردان و کودکان در جریان است، دست از بی‌تفاوتی برداشته و از این آدمکشی و نسل کشی وحشتناک جلوگیری نمایند. ایرانیان آزاده و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد. آنچه مورد نیاز است عدم حمایت از رژیمی است که در آبان 98 در طول 4 روز هزاران ایرانی را به قتل رساند و جهان تنها نظاره‌گر بود. این فاجعه و فجایع مشابه لکه ننگی است بر پیشانی بشریت. حال زمان آن رسیده است که تمامی کشورهای آزادیخواه به عنوان حرکتی نمادین و سمبولیک تمامی نمایندگان خود را از ایران فرا بخوانند و نمایندگان و وابستگان این رژیم سفاک را از کشورهای خود اخراج نمایند و بدین طریق اظهار همبستگی با مردم آزادیخواه ایران بنمایند. فرزندان شجاع ایرانی اکنون پرچمدار آزادی و عدالت و رهبران یکی از استثنایی ترین انقلاب‌های تاریخ بشریت هستند. صدای رسا و بلند آنان باشیم. از همه انسان‌های با وجدان جهان می‌خواهم که در کنار ما بایستند و از دولت‌های خود بخواهند که نه در حرف و کلام و شعار بلکه در عمل رژیم را به زیر فشار برده و هر گونه تعاملی با این رژیم را متوقف کنند. ما طلایه‌داران آن نسل بشری هستیم که جنس و رنگ و نژاد نمی‌شناسد و چون پدرمان کوروش بزرگ بر آزادی انسانها و صلح و دوستی بی توجه به زبان و فرهنگ ایمان راسخ دارد. به امید آزادی و رهایی همه انسانها از بند ناآگاهی و تعصب. زن، زندگی، آزادی.